بچه ها، خیانت و کدومی که تون تا حالا تجربه کردین؟ چجوری دردش رو تحمل کردین؟ من حسین آقای آرم و خیلی خوشحالم که اینجا کنار من. خیلی دوست دارم بچه ها نظراتتون رو بدونم. اگه ممکنه کامنت کنید. خود من شبی که تازه مثلا خیلی مطمئنم نبودم، 50-50 بود، یه سری ورقه و نامه توی لای کتاب پیدا کردم. بعدها خب خیلی سوال جوابش کردم، فهمیدم که اینجوری نبود. از اون شب بگم بچه ها، اون شب من به قدری مواد مصرف کردم که واقعا میگم تا دم مرگ پیش رفتم. من تا 3 روز 4 روز فکر کنم اصلا چون نداشتم زندگی کنم. اون یکیش بود. کاری ندارم، بعد اینکه طلاق ما اتفاق افتاد دقیقا تا الان 1 سال خورده میگذره، من 4 بار خودم رو خلاص کردم تا همین الان. حالا خدا نخواسته و اینا رو نمیدونم دیگه، باعث شد که من زنده بمونم. واقعا میگم اینا 4 بار من خودم رو خلاص کردم. حالا شما برام تعریف کنید چند بار تا حالا خودتون رو خلاص کردید؟ چند بار تا حالا، چند بار که معذرت اگه خیانت دیدین چجوری تحملش کردید؟ یه تیکه کوچولو اگه ممکنه بنویسید این زیر، من بدونم تنها نیستم. فقط بچه سابسکرایب هم یادتون نره، میدونید که همیشه دوستتون دارم.